الله الرحمن الرحیم. اسم خواجه شاه محمد، یکی از دیاقین ولسوالی دیدادی ولایت بلخ. گندنکاری هم است و بامیه، بادرنگ، رومی هم نیت داریم ان شاء الله. این سال گندنه خوبتر از هوا فصلش گرم اومده. یک دهقان میتونه که در 20 روز الی یک ماه یک درو بکنه. در سالهای گذشته که چون هوا بسیار یخبندی بود و 2 ماه بیشتر و کمتر درو کردن نمیتونستن، برف بود روی زمین دیگه. گندنه خود تخمش دو رقم است، یکی مزاری است، یکی قنداری. بعضیا که توان خرید تخم قنداری را دارن، او را از کابل خریداری میکنن، تخم قنداری را میارن، باز او برگش کلانتر میشه و قیمتش هم در بازار بلندتر است. و تخم وطنی که است قیمتش ارزانتر است و خریداریش هم قیمت ارزانتر است به حساب نرخ. در صف شاید حدود 50,000 یافتر شوه و حاصلش هم خوبتر است. زحمت زیاد داره، درو کردن کار داره و فروختن کار داره و کشت و کاری ازی تمام روز زحمت زیادتر است. از 200 افغانی شروع تا 800 و 700 هم خمیش روز در خریداری میکنن. از دولت ما برای دهاقین از نگاه کوت و گندم و دوای زراعتی باید همکاری شوه و از دهاقین خبر بگیرن که واقعا دهقان به همکاری و کمک ضرورت داره برادر از طرف دولت، چرا یک سرمایه ملی یک کشور زراعت و مالداری تشکیل میده. فعلا موسم دیگه نمی گندنه است دیگه، نزدیک بود وقت بادرنگ است، وقت رومی میشه. پلاستیکی که میکاریم یک جریب پیسش 1 لک روپیه حاصل میکنه یک سال. بله تو هم بازار دو یا فیداشه باشه بخره 1 لک حاصل میکنه. این فقط فضل خزان کاشته میشه. مانی مردم نمیرسه که ما پلاستیک پخش که بگیریم. این گندنه بازارو که یک درو که کردیم با گندنه خود باریک میکنه، خود مایده با گم میکنه. و یکی وطنی است، این تخمی که ما کاشتیم دیگه تخم به نام قنداری میاد، از قندار میاد. اون تخم که از گندنش پیام داره، خوبتر هم است. یک وطنی ها که است خود اخلاص خود دست داده. این رقم وقتی زمستان که میشه با زرد